هر کس با ایمانی که در آن شک و تردید وجود نداشته باشد به ملاقات الله برود وارد بهشت می شود. عثمان رضی الله عنه می گوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هر کس با علم به این که هیچ معبود بجز الله وجود ندارد بمیرد وارد بهشت می شود. صحیح المسلم کتاب ایمان باب 4.